فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و بیننده در رابطه با وسواس فکری پرسیدن که من همیشه وقتی چه روزه هستم چه خصوصا وقتی نماز میخونم افکار شیطانی تو ذهنم میاد، خیلی افکار بد، و آیا میخوام بدونم که نمازم درست هست یا نه. و خیلی وقتا میشه که بعد از نماز میخوام خودکشی کنم به خاطر این افکار و وسواسی که تو ذهنم میاد. ببینید بیننده عزیز و گرامی، شما در اون چیزهایی که به اختیار خودتون هست مکلف هستید و از اون بازخواست میشید، و اون کاری که بدون اختیار شما میاد مانند وسواس هست که ناخواسته افکاری به ذهن شما میاد، ولو این کن افکار کفرآمیز باشه، ولو این کن افکاری باشه که عمل کردن بر اونها و عملی کردن اونها گناه باشه، ولو این که حتی امور جنسی باشه که در نماز به ذهنشون بیاد، هر موردی که باشه، اون مواردی که بدون خواست و اراده شما هست هیچ گونه تأثیری بر نماز شما نداره. ولو این که انسان در نماز هم فکرش جای دیگه منصرف بشه و منحرف بشه و به این افکار خودش ادامه بده، این از نظر اصلی شکننده اصل نماز نیست. نماز شما صحیح است و فرض از شما ادا شده، منتها اگر فکری به ذهن شما رسید شما اون ادامه ندید. یعنی یک فکری به ذهن شما میاد، شما تا آخرش میرید این ادامه میدید و تصمیم میگیرید این کار رو میکنم فلان کار رو نمیکنم و برای خودتون برنامه‌ریزی میکنید. این گونه نباشه. اگر خود به خود ناخودآگاه یک فکری به ذهن شما رسید، سعی بکنید که دوباره رجوع بکنید به آیات قرآنی که در در نماز میخونید، به اذکاری که در نماز هست، فکرتون رو به این طرف منصرف بکنید و برگردانید. اما اگر فکر شما منصرف شد از حالت نماز و افکار و وساوسی در حال نماز به ذهن شما رسید، این شکننده نماز شما نیست. و از این هم نباید انسان یعنی دچار این باشه که حالتی که ایشون گفتند که من بسیار یعنی ناراحت و اندوهگین میشه و که حتی یعنی میخواد که خودشون خودکشی بکنن. نه، این گونه نیست. این کاری هست که برخلاف میل و اراده شما انجام گرفته و لازم نیست که شما این اندازه خودتون رو ناراحت بکنید، بلکه همین در فکر این باشید که با روشی بهتر نماز بخونید و اذکار نماز رو، اوراد نماز رو و سوره هایی رو که در نماز میخونید معنی اینها رو یاد بگیرید و به اینها توجه بکنید، به آداب و سنن نماز بیشتر توجه بکنید تا اینکه این وسواس فکری شما و تشتت خاطر شما در نماز ان شاء الله از بین بره.